دوستان سلام، به زیبایی سلامتی خوش اومدید. تمیز کردن و برق انداختن قابلمه و تابه های سوخته یکی از سخت‌ترین کارهای هر خانم خونه‌داریه. شما به راحتی با این روش میتونید قابلمه و تابه هاتون رو مثل روز اول سفید و براق کنید. برای این کار یک قاشق خمیر دندان و یک قاشق جوش شیرین رو داخل یک ظرف بریزید و پوست یک عدد تخم مرغ رو له کنید و بهش اضافه کنید تا حالت سایشی و اسکرابی پیدا کنه. اونا رو با هم ترکیب کنید و بعد آب نصف لیمو ترش رو هم بگیرید و به مواد اضافه کنید. همه مواد رو خوب با هم مخلوط کنید. حالا مقداری از این مواد رو با کمک یک اسکاج یا سیم ظرفشویی روی قابلمه بکشید. می‌بینید که لکه‌های خشک شده و سوخته از بین میرن و ظرفتون به همین راحتی مثل روز اولش تمیز و براق میشه. برای حمایت از زیبایی سلامتی این ویدیو رو برای دوستانتون هم شیر کنید.